خوش آمدین. لطفاً به پشت دراز بکشین و برای تمرین اول پای راست رو میاریم بالا. میتونین از طنابتون استفاده بکنین، طناب رو بندازین دور پنجه پای راست، یا با انگشت اشاره و وسط شست پای راست رو میگیرین، یا دست راست و چپتون رو میبرین پشت ران پای راست، قلاب میکنین. 5 تا دم و بازدم اینجا میمونیم. 1 دست چپتون روی هیپ بون چپ. 2 پای چپتون فلکس، هر دو تا پا صاف و منقبض. 3 4 و 5. حالا پای راست رو باز میکنین به سمت راست، نگه میدارین. 1 2 3 4 و 5. با یه دم پای راست میاد وسط، با یه بازدم پای راستتون میره به سمت چپ. میتونین هنوز از طناب استفاده بکنید یا دست چپ شست پای راستتون رو میگیره. دست راست باز میشه به سمت راست. 1 2 3 4 و 5. و بعد با یک دم پای راست میاد وسط، با یه بازدم پای راستتون رو رها میکنید. با یک دم پای چپتون میاد بالا. بنابراین این آپشن رو دارین اگر طناب ندارین که دستاتون رو قلاب کنین پشت پای چپ، یا طناب رو میندازین دور پنجه پای چپ، یا شست پا رو میگیرین. دست راست روی نیم لگن راست، نگه میدارین. هر تا پا صاف، فلکس و منقبض. 2 3 4 و 5. پای چپ رو باز میکنین به سمت چپ. با یک دم نگه میدارین. 1 2 3 4 5. پای چپ رو میبرین به سمت راست، یا شست پای چپتون رو با دست راست میگیرین، دست چپ باز میشه به سمت چپ، یا طناب دور پنجه پای چپ. اگرم طناب ندارین دست راست زیر ساق پای چپ. 2 تمرکز روی تنفس. 3 4 و 5. با یه دم پای چپ میاد وسط، با یه بازدم پای چپ میاد روی مت. خب حالا میتونین دستا رو زیر باستن نگه دارین، میتونین بالای سرتون هم بکشین. 5 تا 10 بار پای راست میاد بالا، با یک دم با یه بازدم میره به سمت زمین. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اگر 10 تا براتون زیاد بود 5 تا برین. پای چپ با یه دم میاد بالا، با یه بازدم میره پایین. 1
2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. رها میکنید. زانوی راست میاد توی سینه. با مچ پای راست دایره میزنید. 1 2 3 4 5 برعکس. 1 2 3 4 5. قشنگ زانوی راست رو میکشین توی سینه، نگه میدارین. 1 2 3 4 و 5. رها میکنید. پای چپ میاد توی سینه. با مچ پای چپ دایره میزنید. 1 2 3 4 5. جهتش رو عوض میکنید. 1 2 3 4 5. حالا قشنگ زانوی چپ رو میکشین توی سینه. دستاتون هم که قلاب شده بالای زانوی چپ نگه میدارین. 1 2 3 4 و 5. رها میکنید. دستاتون میتونه زیر باسن باشه یا روی مت. کف پاتون رو میذارین روی مت و زانوی راست رو میارین بالا. پاشنه راست رو میزنین به مت. 5 تا 10 بار دم میگیریم میایم بالا، بازدم میریم پایین. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. رها میکنید. پای چپ با یه دم پای چپ میاد بالا، با یه بازدم میره پایین. 1 پاشنه پای چپ رو میزنیم به مت. 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. رها میکنید. حالا هر دو تا پا رو با هم انجام میدیم. اگر براتون سخته 5 تا، اگر تواناییشو دارین تا 10 بارم میتونین انجام بدین. جفت زانوها میاد بالا، هر تا پا فلکس میشه، پاشنه پا میخوره به مت. با یه دم میایم بالا، با یه بازدم میریم پایین. 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. رها کنید. استراحت. برای 5 تا دم و بازدم 1 2 3 4 و 5. خب هر تا پا رو روی متن نگه می‌دارین. فاصله پاتون و زانوهاتون به اندازه عرض لگنه. لگن میره بالا و میاد پایین. با یه بازدم میریم بالا، با یه دم میایم پایین. 10 تا 15 بار این تمرین رو انجام میدیم. 2 3 4 5
6 7 8 9 10. میتونین استراحت کنین یا 5 تا دیگه. 11 12 13 14 15. رها میکنید استراحت. حالا بدون اینکه زانوی چپتون تکون بخوره کامل ثابت نگهش داریم. زانوی راست باز میشه به سمت راست و میاد وسط. باز میشه با یه دم، با یه بازدم میاد وسط. میتونید از دست چپتون کمک بگیرین که پا رو ثابت نگه دارین. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. حالا عوض میکنیم پا رو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خب رها میکنید. حالا لگن رو میفرستیم بالا. باسن رو منقبض میکنید. نگه میدارین و بعد آروم میایم پایین. این تمرین رو انجام دادین، فقط فرقش اینه که الان باسنتون رو کامل منقبض میکنین. پس بازدم میدیم بالا، نگه میداریم. باسن رو منقبض میکنیم و بعد رها میکنیم. بازدم میریم بالا، منقبض، دم رها. 3 منقبض، رها. 4 5 6 7 8 9 و 10. استراحت کنید. استراحتتون که تموم شد دستا رو قلاب میکنین پشت سر. آرنجا رو باز نگه میدارین. این تمرین رو 10 تا 20 تا میتونین انجام بدین. ولی با توانایی بدن خودتون برین جلو. بازدم میایم بالا، دم میریم پایین. 1 2 3 4. سعی کنین وقتی این تمرین رو انجام میدین از جناق سینه بیاین بالا. با سر گردن تمرین رو انجام ندین. 6 7 8 9 10. یه استراحت کوتاه داشته باشین. اگر بدنتون اجازه میده 5 تا دیگه یا 10 تا دیگه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. پس این تمرین رو 10 تا 15 تا 20 تا میتونین انجام بدین. حتی اگر 10 تا براتون زیاد بود 5 تا انجام بدین. استراحت کنین و بعد 5 تا دیگه. خب حالا میچرخیم به سمت راست.
دست راست زیر سر، زانواتون رو خم میکنین، لبه داخلی پا به هم چسبیده، زانوی چپ میره بالا و میاد پایین. این تمرین رو میتونین 10 تا 20 تا انجام بدین. پاهاتون رو از زمین بلند میکنید. 1. وقتی که باز میکنین زانوی چپ رو دم میگیرین، وقتی که میبندین بازدم. 3 4 5 6 7 8 9 10. اگر احتیاج به استراحت دارین استراحت کنین و بعد 10 تا دیگه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 20. استراحت کنید. برای تمرین بعدی پاهاتون رو صاف میکنید. پاهاتون در امتداد بالاتنه. پای چپ میره بالا و میاد پایین. 10 بار. 1. وقتی پا رو میبریم بالا دمه، وقتی میاریم پایین بازدمه. 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. استراحت کنید. برای تمرین بعد مثل تمرین قبلی میمونه، ولی نصفه پا رو میاریم بالا پایین، کامل میبریم بالا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. رها میکنید و عوض میکنید. خب دست چپ زیر سر، بازوی چپ هم میتونین زیر سر نگه دارید. زانواتون رو خم میکنین، پا رو از زمین بلند میکنین، زانوی راست میاد بالا و میره پایین. دم باز، بازدم بسته. 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. میتونین استراحت بکنین و بعد دوباره ادامه میدین. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. رها کنید. پا رو صاف کنید. پاتون در امتداد بالاتنه. پای راست میاد بالا با یه دم، با یه بازدم میره پایین. 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10. یه استراحت کوتاه. برای تمرین بعدی پاتونو میاریم بالا ولی نصفه میبریم پایین. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. رها میکنید و میچرخین روی شکم. آرنجاتون زیر سرشونه رو میبرین عقب. ساعدتون به موازات هم. 5 تا دم و بازدم اینجا میمونین. 1 2 3 4 5. رها میکنید. آرنجتون رو از روی زمین بلند میکنین. دستاتون رو میتونین به اطراف باز کنین یا به خودتون نزدیک کنین. نگه میدارین. 1 2 3 4. تمرکز روی تنفس. 5. خب آروم میایم پایین. 2 تا دستتون به سمت جلو. دست راست پای چپ و سر با یه دم میاد بالا میره پایین. دست چپ پای راست و سر میاد بالا و بعد میره پایین. دم میایم بالا. دست و پای مخالف بازدم میریم پایین. دم بالا بازدم پایین. 3 4 5 6 7 8 9 و 10. اگر 10 تا براتون زیاد بود 5 تا انجامش میدین. خب حالا دستاتون رو میارین کنار سینه. از دستتون کمک میگیرین. میایین توی حرکت 4 دست و پا. توی حرکت 4 دست و پا فاصله دستتون به اندازه یه عرض شونه است. فاصله زانوهاتون به اندازه عرض لگنه. با یه دم سر میاد بالا. پشتمون گود میشه. با یه بازدم سر میاد پایین. پشتمون گرد میشه. دم بازدم دم بازدم. 2 بار دیگه. 4 و 5. رها میکنیم. میایین روی پنجه پا. زانوها رو از زمین بلند میکنین. میایین توی حرکت سگ سرپایین. 1 2. فاصله دستتون به اندازه عرض شونه. فاصله پاتون به اندازه عرض لگن. 3 4 و 5. 2 تا زانو میاد روی مت. خب حالا 2 تا پا رو میبرین به سمت راست یا به سمت چپ فرقی نمیکنه. پاهاتون رو صاف میکنید. پا رو فلکس میکنین.
با یه دم 2 تا دست میاد بالای سر، با یه بازدم 2 تا دستتون میره به سمت پا. اگر دستتون به پا نمیرسه بزنین روی ساق پا یا مچ پا یا شست پا رو میگیرین یا از تناب یوگا میتونین استفاده کنین. پشتتون رو صاف میکنین. از جناق سینه رو میارین بالا. سرشنا رو میبرین پایین. 1 2 3 4 و 5. رها کنید. پای راستمون رو خم میکنیم. پای چپ صاف. با یه دم 2 تا دست میره بالا. با یه بازدم 2 تا دست میاد دوور پا. 1 2 3. پای چپتون رو فلکس نگه میداریم. پشتتون هم که صافه. از جناق سینه رو میکشیم بالا. 4 5. رها میکنین. پا رو عوض میکنین. با یه دم 2 تا دست میاد بالا. میریم جلو و پایین. 1 2 3 4 و 5. خب پای راستم نزدیک پای چپتون میشه. شستتون رو میگیرین یا خود پا رو میگیرین. با پشت صاف میرین جلو و میاین پایین. 1 ممکنه سرتون به زمین برسه، ممکنه نرسه. اگر نمیرسه اصلا مهم نیست. همینجا نگه دارین. 2 3 4 و 5. خب حالا پاتون رو باز میکنین به اطراف. اول پای راست رو باز میکنین. پای چپتون رو خم نگه میدارین. دست راست روی ساق پای راست. دست چپ رو میکشین به سمت سقف و بعد دست چپ رو میکشین به سمت پای راست. 1 هی سینه رو میچرخونین به سمت سقف. 2 3 4 و 5. رها میکنید. جای پاتون رو عوض میکنید. دست چپ روی ساق پای چپ. دست راست به سمت آسمون. کشین به سمت پای چپ. سینه چرخونین به سمت آسمون. 1 2 4 و 5. رها میکنید. هر دو پاتون رو باز میکنین. پا رو فلکس نگه میدارین و صاف. 2 تا دست میاد بالا. میره جلو و میاد پایین. سعی کنین که پشتتون رو صاف نگه دارین. پاهاتون فلکس باشه. زانواتون و انگشتای پاتون به سمت سقف یا آسمون. از جناق سینه رو میاریم بالا. سرشنا رو میبریم پایین. 1 2 3 4 و 5. رها میکنین. 2 تا دست رو میبرین زیر زانو. زانواتون رو جمع میکنین و تمرین آخر رو انجام میدین. دست میاد زیر زانو.
2 تا پا رو میاریم بالا، ساق پا به موازات زمین. 1 2 از جناق سینه رو میاریم بالا. 3 4 و 5. کف پا رو میذارین روی مت. دستا رو قلاب میکنین. خیلی آروم میخوابین به پشت. کل بدنتون رو ریلکس میکنید. رها میکنید. تمام مفصلاتون رو ریلکس میکنید. چشما رو میبندین و حتما 5 تا 10 دقیقه استراحت کنید. اگر افکارتون حواستون رو پرت کرد مشاهده میکنید. اگر حسای بدنتونم باز حواستون رو پرت کرد تجربه میکنید. و دقت میکنید به دم و بازدمتون از بین حفره‌های بینی.